کتاب سوم هنرستان استاد خالقی، تمرین شماره 7. گام می کوچیک، می مینور که ترکیب اون فای دیز هست و ری رو خواسته دیز کنیم. نوت هفتم و نیم پرده برده بالاتر میشه می ره می فا، بالای سول یک گذاشته، وارد پوزیسیون میشیم. سول لا سی فاصله دو بهش بچسبه، میایم پایین. ره انگشت اول به خاطر دیز بودنش میاد جلو، ره می بهش میچسبه، فا دیز فاصله، سول میایم پایین. لا باید بره عقب‌تر چون جای ره دیز رو نباید بذاریم پایین. لا سی دو بهش میچسبه، ره دیز فاصله بیشتر و می با 4 صفر. اول آرشه های جدا اجرا میکنیم. می ره می فا سول پوزیسیون، سول لا سی فاصله دو بهش میچسبه پایین، ره می فا سول کنارش، لا عقب‌تر، سی دو بهش بچسبه، ره دیز و می 4 صفر میگیریم. ره دو سی لا سول فا می، ره دیز دو سی لا پوزیسیون تموم، سول فا می ره دیز می. حالا میذاریم 4 تا با یارشه. می ره می فا سول لا سی دو، ره می فا سول لا سی دو، ره می ره دو سی لا سول فا می، ره دو سی لا سول